نه اکرام موندم سلام با کلی مخلصانی کانال سامبوی تیوی یکاترینبورگ. حاضر ما در شهر بخارا دولت ازبکستان هستیم. وقتی که شما ازبکستان میرین البته با خاطر بیارید که فراموش نکنید که هنگام ماشین را سوزشواری پر کردن از ماشین فرامدن در کار. وقتی که شما از ماشین میفروید ماشین رفته заправка میکند. یکم دوم وقتی که شما در وокзал هستید автовокзал هستید در اونجا تاکسی ها به نهایت زیرک هستند، خیلی هم شوخ هستند. وقتی که شما میخواهید که به یک جا روید اول از 80-100 هزار سوم ازبکی حرف میزنند. بعد وقتی که شما نمیخواهید که سوار شوید البته نرخ رو پس میکنند. باز کمتر دیگه شما اگر ناز کنید نه قیمت هست گفته باز ارزان میکنند. باز ما آمدیم 80 90 70 خود با پایتخت ازبکستان رفتن برای ما 80-100 هزار گفتن. الکی ما راضی کردم شفیر ما راضی کردیم که در 60 هزار سوم با خود پایتخت ازبکستان ما را برند. نباشد نرخش 80-100 است. وقتی که ما نخواستیم رفتن نخواستیم نبود کم ترک صبر کردیم. الکی وقتی که دو آدم لازم شود یا یک آدم لازم شود ارزانتر شما را گرفته میبرند. اکشتو سراسیما نشده در کجای کیومه شما در خط پیشه نمیمونید. در ازبکستان به نهایت ماشین بسیار است و نرخ تاکسی ارزانتر است. از همین سبب سراسیما نشده میتوانید در حالتی که در ازبکستان بخارا سمرقند بودنتون پیاده گردید. پیاده گشتن معنای اون را ندارد که شما پای پیاده گشتن. پیاده گشتن معنای اون را دارد که تاکسی های راه 1.5 هزار ازبکی است. میتونید بر راه گردید آنجایی که شما لازم است. اگر در تاکسی شنید و یک قدم راه هم باشد جایی که یک استانوفکا باشد بر شما 10-15 هزار میگن. البته شما کوشش کنید که در این فند فریب نغلطید. این فند فریب در همه دولت است، نه تنها در دولت ازبکستان یا قرقیزستان، در دولت خود ما در تاجیکستان از ایرپورت با دوک از ایرپورت خود قرابالو را 50 سومون میگیرد. همان تاکسیست هایی که بسیار میچسبد در آدم بیاید نرخش نمیگوید بیاید سوار شاید من انصاف دارم فرزند دارم گفته شیطانی بسیار میکنه. سلامت باشید برادران عزیز. من بودم پریز از کانال سامبوی تیوی یکاترینبورگ. امروز در خود شهر بخارا دولت ازبکستان است. تشکر زیاد.